بیاین همه با هم یه ایران خیلی قشنگ و یه ایران خیلی درست رو با هم همه تصور کنیم. ایرانی که دلارش 1000 تومنه، حقوق یه جوون ایرانی که لیاقتش از همه جوونا هم بیشتره ماهیانه $10,000 معادل 10 میلیون تومنه. این جوون ایرانی که خیلی لیاقتش بالاه دوست داره آقا یه مرسدس بنز G63 کاستوم منصوری بگیره که هم بنیانگذارش ایرانی بوده هم طراح کاستومایزش ایرانیه. با حقوق $10,000 اگر همه هزینه‌هاش رایگان باشه، خرج رفت و آمدش، خرج خورد و خوراکش، هزینه بهداشت و درمانش، اجاره خونه‌اش، قبض و همه چیش رایگان پرداخت بشه و 100% اون پول سیو کنه، به مدت 6 سال طول میکشه که با پس‌انداز $10,000 در ماهش بتونه یه مرسدس بنز G63 بخره. حالا همین رو با دلار 1000 تومانی 60 برابر کنید. 60 برابرش کنید. میشه 360 سال. یعنی اگر حقوق شما زیر 600 میلیون باشه در ماه باید بیشتر از 360 سال کار کنید تا بتونید یه مرسدس بنز G63 کاستومایز شده بخرید. اینو دارم بهتون میگم که بفهمید جوون ایرانی چقدر بگاه رفته تو ایران.